توهین بیشرمانه دو بازیگر مشهور علیه نمادهای تاریخی ایران. تو برنامه مهران غفوریان و سیامک انصاری، نماد شیردالی که نگهبان افسانه تخت جمشید و ترکیبی از قدرت شیر و تیزبینی عقابه و درفش کاویانی که از نمادهای کهن، تاریخی و پر افتخار ایرانه به سیب تبدیل شدن تا شرکت کننده ها به آن سنگ پرت کنن. کدوم احمقی این گونه به هویت و تاریخ خود سنگ میزنه؟ اینا که نمیدونن درفش کاویانی چیه، اما شما درفش کاویانی رو بشناسید. درفش کاویانی پرچم تاریخی و اسطوره‌ای ما ایرانیانه، از زمان پادشاهی کیانی تا پادشاهی ساسانیان. درفش کاویانی ما از زمانی شکل گرفت که کاوه آهنگر بر علیه ضحاک ستمگر بلند شد و مردم رو به این قیام فراخواند و پیروز شد و آغاز پادشاهی فریدون بود. حالا سوال اینجاست، اگر این نمادها عربی بودن بازم جرأت داشتید این کار رو انجام بدین؟ بهشون نشون بدید ایرانی جماعت سر تاریخش با هیچ کس شوخی نداره. و همچنین اینو بدونین اگه ما رو فالو نمی‌کنی احتمالاً هیچ وقت همو نمی‌بینیم، ولی اگه فالو می‌کنی به تبریک میگم، تو در سمت درست تاریخ ایستادی.